واه حسا ببینم چجوریه. ببخشید ما اینا نداریم، امکانات نداریم. هسته آلو ببخشید برای ویو پشتن. بیاین از اینجا شروع کنیم که من یه آدم کمالگرا بودم و میخواستم این یوتیوب که الان دارم با صحبت میکنم شروع کنم و اینکه خیلی گشتم دنبال بهترین میکروفون، بهترین هدفون، نمیدونم همین نور و تصویر و ولی خب دیدم هیچ چیزی. ببخشید من دارم دارم بسکوت میخورم، از بیرون اومدم چپش میکنم به شرف و اینکه ببین فقط شروع کن. من الان این ویدیو رو به 2 دلیل گذاشتم و آپلودشم میکنم. یکی به این دلیل که این یکی از بزرگترین ترس های منه که بخوام ویدیو بگیرم و از خودم ویدیو آپلود کنم توی یوتیوب و یکیش هم همین کمالگرایی بود. عاشق طبیعت، عاشق ولگردی، ولگشتن، کار، همه چی. کم کم بیشتر آشنا میشیم. بفرمایید جایی. یکی دیگه از ترسا اینه که چی میگن این جدیدایی، هیت بگیری، هیتت کنن و اینکه اینا بخوان هیتت کنن و از این داستان و اینه یکی از ترسایی که هیچ وقت. و الان این ویدیو رو میذارم میگم که فقط بخوام با این ترسان مواجه بشم، روبرو بشم باش. مگه من چقدر میخوام زندگی کنم؟ هر کی هر نظری داره محترمه برای خودش. من و اینکه الان بذارید صحبت میکنیم. استاداشم میگفتم ببین اگر میخوای شروع کنی به قول معروف شروع کن نه ترس. آقا تصویر من همینم که هستم. چی کنم الان چی کنم؟ توی جامعه من دارم راه میرم، دارم زندگی میکنم، فکر میخوام بکنم و این ویدیو رو فقط میگیرم برای اینکه بگم اگر میخوای شروع کنی بیا با هم شروع کنیم. چون منم تازه این اولین ویدیویی که گذاشتم برای شروع کردن. پس بیا با هم شروع کنیم. اون چی میگن؟ سابسکرایب بزن، زنگوله هم بزن. یه زنگوله خوب نیست، البته نمیدونم زنگوله هم شاید بعضی جاها خوبه. سابسکرایب، زنگوله، بیا شروع کنیم.